فصل 13. جوانان فکر کنید. بزرگها را به حرکت بکشید. خودمانی باشد. همه چیز قابل مذاکره است. کار تفریحی کنید. کار درست انجام دهید. در برابر دوربین‌ها تبسم کنید. مثل یک گلوله حرکت کنید. کوچکی زیباست. آدم معمولی باشید. آنچه که در بالا خواندید برخی نکات بودند که در سخنرانی برای دانشجویان دانشکده صاحبکاری ایراد کردم. من معتقدم شما در هر سن و سالی که باشید برخورد جوانانه و پرنشاط در هر کار از تجارت گرفته تا سبک و طرز زندگی شما را نوآور می کند و به شما انرژی بیشتر می دهد. من همیشه می گویم برای آینده آموزش ببینید و جهانی فکر کنید. اگر چیزی در یک کشور کار می کند در کشور دیگر هم می تواند کار کند. سازندگی داشته باشید و به تفاوت‌های فرهنگی بها دهید. همه این حرفا و تفسیرها در یک جمله کوتاه خلاصه می شوند. جوانانه فکر کنید. منظورم این نیست که باید جوان باشد یا در 30 سالگی به بالای تپه برسید. کسانی که جوانانه فکر و احساس نمی کنند در زندگیشان سخت و بی ائتلاف هستند و این مانع راه خلاقیت، رشد و بهسازی شخصی می شود. کسی را که بیش از دیگران در این زمینه تحسین می کنند نیلسون ماندلا است. او کسی است که 18 سال محکومیت زندانی خود را در جزیره رابن گذراند، اما روحیش آسیب ندید. وقتی جاده خاکی زندان را به سمت قیقی که او را به سمت آزادی می برد می پیمود، گفت که اگر اجازه داده بود تلخی و رنج و مشقت به او را غلبه کند هرگز واقعا به آزادی نمی رسید. او در آن پیاده روی کسانی را که به او ظلم کرده بودند بخشید، زیرا اگر این کار را نمی کرد آنها سرانجام او را نابود می کردند. در این لحظه بود که او در واقع به آزادی رسید. همین کار بود که به او عظمت بخشید. وقتی بیل کلینتون وقتهای شخصی دشواری را پشت سر می گذاشت، ماندلا با او گفت آنها ازدواجم را ویران کردند، با من بدرفتاری جسمانی و ذهنی کردند. آنها می توانستند جز دل و ذهن من همه چیزی مرا بگیرند و من تصمیم گرفتم اینها را به کسی نسپارم. و بعد ماندلا اضافه کرد شما هم باید همین کار را بکنید. در سال 1988 من اولین بار طریق دوستم پیتر گابریل با ماندلا ملاقات کردم. او کنسرت های در حمایت از عفو بین المللی برای آزادی ماندلا ترتیب میداد. این کنسرت ها بر آگاهی های عمومی درباره شرایط دشوار ماندلا افزود. ماندلا تا سال 1990 از زندان آزاد نشد. وقتی بالاخره با نیلسون ماندلا ملاقات کردم برداشتم از او بهتر و بیشتر شد. دوستی ما جنبه‌های جدید گرفت و من او را مدیبه صدا می زدم و این عنوانی بود که قبیله او به افراد سالمند میداد. من آنچه را او در کشور جدیدی آفریقای جنوبی به دست می آورد تحسین می کردم. از تجربیات من در آفریقای جنوبی می توان درس‌های فراوان آموخت. میل و رغبت مردم در کشور آفریقای جنوبی سبب شده این کشور در بسیاری از زمینه‌های سریعتر و پرنشاط‌تر پیشرفت کند. من از دهه سال 1990 چندین بار به کشور آفریقای جنوبی سفر کردم. یکی از آنها زمانی بود که ویرجین اتلانتیک در سال 1999 پرواز به کیپتاون را دایر کرد. من دانشگاه را نیمکاره رها کردم. بیل گیتس هم در هاروارد درسش را تمام نکرد، اما اینها لزوما اقدام‌های درست نیستند که دیگران الگو بگیرند. من معتقدم تحصیلات و به ویژه تحصیلات دانشگاهی به اشخاص کمک میکند تا به خودشان کمک کنند. من به این موضوع علاقه‌مندم، به خصوص در کشور آفریقای جنوبی که بین کشورهای توسعه نیافته اسم و رسمی خاصی دارد. تحسین کردن به جوانها فرصت می‌دهد به آزادی اقتصادی برسند. از جمله چهره‌هایی که به تحصیلات عالی در آفریقای جنوبی کمک کردند، تدی بلچر است که اولین دانشگاه رایگان را در یوهانسبورگ دایر کرد. تحصیلات دانشگاهی در آفریقای جنوبی همیشه گران بود، اما امروز تحت تاثیر اقدام تدی بلچر تحصیل در دانشگاه تا حد گرفتن مدرک به علاوه هزینه‌های تهیه کتاب از 75 تا 84 فوند فراتر نمی رود.